سلام، اومدیم با یک برنامه دیگه ای از کارگاه کارگردانی و بازیگری با گروه هنری ساویس. من سجاد هستم و اینجا کارگاه تئاتر. توی برنامه این هفته دوباره رفتیم سراغ تئاتر آکادمیک و قراره در امتداد مطالب گذشته نکات جدیدی رو به شما منتقل کنم. خب جلسات ما تا اینجا رسیده بود که میخواستیم در مورد ترکیب بندی در تئاتر صحبت کنیم. ترکیب بندی در تئاتر در واقع آرایش دو یا چند بازیگر بر روی یک صحنه هستش. یک کارگردان و بازیگر باید از موضوع ترکیب بندی آگاهی داشته باشه تا بتونه تئاتری که داره ارائه میده رو از خستگی و خسته کننده بودن برای مخاطب نجات بده. حالا ما وقتی میخوایم موضوع ترکیب بندی رو بررسی کنیم باید بدونیم حالات مختلفی داره. حالت اولی که بررسی میکنیم بازیگر تک نفره یا بازیگر منفرد هست. یک بازیگر منفرد روی صحنه حالات مختلفی میتونه از خودش نشون بده. یک، در جایی که ایستاده. دو، با حرکات انتقالی که میخواد از جایی که ایستاده به مقصدی که داره انجام بده. یعنی یک بازیگر وقتی روی صحنه به تنهایی قرار میگیره، وقتی صورتش در هر جهتی از صحنه قرار بگیره یک معنایی داره با توجه به دیالوگی که میگه، و اینکه به کجای صحنه حرکت میکنه از نقطه آغازین میتونه معنای متفاوتی باشه و به مجموع اینا به نحوی میگن ترکیب بندی. ترکیب بندی برای یک بازیگر منفرد یا تنها بر روی صحنه. شما به عنوان تمرین برای اینکه بتونید متوجه بشید ترکیب بندی در واقع چی هست، میتونید از همگروهی یا دوست خودتون که داره باهاتون این آموزش ها رو ادامه میده خواهش کنید و بخواید که روبروی شما بایسته و حالات مختلفی که میتونه به ذهنش برسه به عنوان یک بازیگر رو به صورت ژست بدنی و ژست صورت انجام بده و شما بتونید حدس بزنید معنی که تو ذهن فرد از انجام اون حرکت یا گرفتن اون ژست هست چی. مثلا میتونید بگید که وقتی رو زمین خوابیده چه معنایی داره، وقتی 4 دست و پا رو زمین نشسته چه معانی داره، وقتی صورتش در یک حالتی هست چه معنی داره. و همین تمرین رو به صورت برعکس انجام بدید و حالا شما باشید که یک معنی توی ذهنتون بسازید و سعی کنید اون ژست رو روی صورت و توی بدنتون اجرا کنید. تا قبل از ورود رئالیسم به تئاتر معمولاً بازیگران به حالت ایستاده اجرا می‌کردن و ترکیب بندی خاصی نداشتن. نشونه اون هم وجود همسرایان در این تئاترها بوده. شما اگه دقت کنید همسرایان یک عنصری هستش که بر روی صحنه میاد، شروع میکنه شرحی از صحنه رو گفتن برای تماشاگر، میتونه یک نفر یا چند نفر باشه و تقریبا نقش راوی رو داره. حتی همسرایان بعد از قرن 19 هم در نوشته های مختلف نمایشنامه وجود داشت، اما دیگه به اون اولویت و به اون نقشی که قبل از قرن 19 داشت دیگه ظاهر نشد. یکی از راه‌های ایجاد ترکیب بندی مختلف استفاده از عمق صحنه هستش که فقط و فقط در تئاترهایی که در سالن‌های قاب صحنه اجرا میشه این قضیه صادق هست. قاب صحنه چیه؟ همون تئاترهایی که میرید تماشاگران در سطح پایین‌تر از صحنه قرار گرفتن، روی صندلی‌هایی میشینن. این صندلی‌ها معمولاً در یک راستا هستن و مثل بلک باکس به صورت پلکانی نیستن و یک صحنه قاب صحنه‌ای هستش که دورش پرده‌های حریر قرمز آویزون هست و روی یک سکوی تقریباً کل کار داره اجرا میشه. استفاده از عمق فقط در این نوع صحنه‌ها هست. وقتی شما در این نوع از صحنه‌ها قرار می‌گرفتید و اگر این صحنه‌ها و این سالن‌ها اصولی ساخته شده باشه، هرچه به جلوی صحنه نزدیکتر میشه این سکوها یه شیبی دارن و این شیبه هی کمتر میشه. در واقع هرچه به عمق صحنه میری و از جایگاه تماشاگران دور میشی در ارتفاع بالاتری قرار میگیری. این یکی از راه‌های
تولید ترکیب بندی مختلف در سالن‌های قاب صحنه‌ای هستش که به صورت شیبدار ساخته شده. حالا وقتی وارد عصر مدرن شدیم، این سالن‌های قاب صحنه‌ای چی شد؟ این شیبی که توی کف صحنه بود اومد و در تماشاگران قرار گرفتش. یعنی از تعریف اصلی قاب صحنه‌ای خودش که صحنه‌های شیبدار بود دور شد و اومد این شیب در تماشاگران خلاصه شد. اما وقتی این سالن‌های قاب صحنه‌ای وارد عصر مدرن شد، این شیبی که در خود سکوی سالن قرار داشت اومد در سکوی تماشاگران و ما می‌بینیم دیگه تماشاگران به صورت پلکانی در سالن نشسته. این برای بهتر دیده شدن صحنه بود، چه قبل از عصر مدرن که این شیب در خود صحنه وجود داشت، چه بعد از عصر مدرن که اومد در تماشاگران قرار گرفت. و نکته آخر این که شما وقتی با یک صحنه قاب صحنه‌ای روبرو هستید، یه سری نقاط قوت از لحاظ دیده شدن داره و یه بخشای نقاطی داره که قوت پایینتری داره، قدرت پایینتری داره بهتر بگم. در وسط صحنه و کنارین راست و چپ این قوت دیده شدن برای بازیگر و برای اجرای یک میزانسن بسیار بالا هست و در وسط این نقاط این قدرته هی کمتر و کمتر میشه. حالا شما به عنوان یک بازیگر یا کارگردان وقتی میخواین روی نقشه کف قاب صحنه‌ای اجرا کنید، باید بدونید که بعضی جاها هست میزانسن قدرت بیانگری بیشتری داره. این نقاط اگه بخوایم به صورت خطی بررسی کنیم، در وسط صحنه و در کنارین راست و چپ صحنه قدرت بسیار بالایی داره. بنابراین وقتی شما یک میزانسن بسیار مهم دارید و یک بازی بسیار تاثیرگذاری دارید، باید در این نقاط صورت بگیره و نقاط دیگه از قدرت بیانگری پایینتری برخوردار هست. امیدوارم از برنامه تئاتر آکادمی که این هفتهمون لذت برده باشی و توی تمام شبکه‌های اجتماعی از کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ساویس ما را حمایت بکنی، لایک و کامنت فراموشت نشه و حتما همین الان برید در کانال یوتیوب ساویس دکمه سابسکرایب که قرمز رنگ هست رو کلیک کنید و زنگوله طلایی رو هم به صدا بیارید. حتما منتظر ما باشید تا برنامه بعدی. مراقب خودتون.